سلام البته خوش اومدید به این ویدیو. بچه چطوری؟ بچه امروز ویدیومون در مورد اینه که چجور میتونیم گانامون رو گلد و دایمند کنیم. بچه من واسه دایمند کردن و گلد کردن خودم خیلی گانام گلد و دایمند شده. بچه ها واسه زمین گلد من این زمین رو بهتون پیشنهاد میکنم که الان دارید رو صفحه تماشاش میکنید. من اون زمین رو بهتون پیشنهاد میدم که بخواید بازی کنید با این زمین بازی کنید. و واسه زمین مثلا دایمند کردن من منت 8 نفره رو انتخاب کردم که الان دارید اینو میبینید. من اینو انتخاب کردم که واسه دایمند کردن فوق العاده خوبه. بچه من قراره نمیدونم یا یه هفته بعد یا 2 هفته بعد قرار ویدیو میکروفون بگیریم، ویدیو خیلی بهتر بشه. بچه ایونت جدیدم گردونه اومده. بچه من خودم نتونستم بعد گردونه رو یه دور بزنی 15,000 تا یه بار سی پی بریزی تو بازیتون که بخواید اون مثلا الیاس لجند رایگان رو بزنید. بچه من خودم توی زمینش منت 8 نفره با بچه همون رفتیم که من تونستم راحت دایمند کنم. اونا هی میمدن جلو من، اونا رو هی میزدم. به نظرم با رفیقاتون میشه برید تو شیپمنت 8 نفره که اونا بیان جلوتون، شما اونا رو بزنید و واسه زمین گلد کردن حتما اون زمین 10 نفره‌ای که گفتم 150 کیله، اون زمین که اول نشوندم 150 تا کیله. بچه ها حتما اونو بازی کنید و تنها برید، چون با رفیقاتون برید احتمال زیاد یا رفیقتون اول میشه یا یکی دیگه، ولی اگر خودتون تنها برید خودتون اول میشید. بچه من یه خورده دکمه ساب و لایک و زنگوله رو فعال کنید که من ویدیو میخوام بذارم شما با خبر شید. من ویدیو آموزشی جنجالی و فان میسازم. من هر هفته یه بار قراره 2 تا ویدیو یا یه دونه ویدیو داشته باشیم، پیش هم باشیم و بازی کنیم با هم. بچه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. Let's do this.